من وقتی که میشنوم یگان شخص یا یگان مسلمان از نه تنها از تاجیکستان بلکه از آسیای میانه به یگان دست به تروریسم زند من خیلی غمگین میشوم. ما وقتی که میفهمم مثال میگن یگان جور کفاندن تر کنه ما حیران میشم که چی برای چی با کفاندن چی علیش میشود. این خیلی کاری نادرست است. نه تنها مثال از تاجیکستان میگن از بلکه از آسیای مرکزی میگوین اون چندین نفر هزارها نفر از پشت یک نفر چقدر مثال ضرر میبینند و چقدر اونها رو مثال با اونها شرایط بد مهیا میآورند که برای مثال اگر در روسیه باشند دپورتاسیون میکنند مثال به همین و طرف ما کسی بدبینی گفتن نظر میکنند مثال با آنها نفرت میبرم برای آنکه این چیزی مسلمانی نیست. وقتی که مثلا بعضی کارهایی که آنها میکنند وقتی که ما به دولت اروپا با یگان جا رویم و یا خیال میکنند که ما نیز از گروه های افراطگران میباشیم. این خیلی کاری بد است. خیلی این آدم رو با یک احساساتی با یک نفرت نسبت به پیدا میکند. میفهمم خیلی ناراحت میشوم چون که از پشت این آدم میتوانند چند آدم بیگناهان مرند. آنهایی که دست به تروریسم میزنند این در آنها خونی آدمگری وجود ندارد، آدم و آدمگری وجود ندارد، آنها وجدان ندارند. نمیدونم و یا مشکلی اساسیشون در چی باشد. شاید در آن است که و یا سعودی قوی نداشته باشند یا که در سعودی دینی نداشته باشند. شاید در همین باشد که وای از فکرشون زود میتونن و یا را از فکر شخصیشون گرداندن. آدمی که مثال شخص نفره که سواد دارد مثال آداب و اخلاق دارد به این کارها دست نمیزند هیچ وقت. همه این گونه کارها را به اسلام مربوط میکنن لیکن این دیوی نیست. در یگان سخنان بزرگان اگر گویم یگان داشت نگفته است که آدم کشتن و اینو و تا حتی حشرات و حیوان و پرنده هم عذاب دادن گناه هست لیکن هست که تروریستا خب آدم‌ها هم میکشن کودک‌ها در عذاب میمونن. شخصی که اسلام رو میفهمد اسلام رو خوانده است میداند دین مبین اسلام هیچگاه یگان کس رو برای کشتن شخص دیگر دلالت نمیکند یعنی که اجازه داده نشده از اسلام. به همین خاطر آنها که گمراه شده‌اند اسلام رو درست در سرفهم نرفتند از این خاطر به این آدمکشی دست میزنند. دین اسلام چیزی نیست که برای ترور کنی و بکافونی و مثال این تئوری کنی. معنای و یا رو میشویند و یا همین چیز رو میاندازند و یا باور میکنند. این خیلی نباید باشد. آدم باید کمتر با عقل باشد که این چیز در خلق ما در فرهنگ ما هیچ گاه نبود. کار همین شخص تا همین درجه میرساند که مردم اروپا نمیتوانند دیگر به مردم آسیا باوری کنند. حتی نمیتوانیم خود ما به یگان دولت یا یگان شهر دیگر رفتن تا که از دولت ما که حتی جوانان همیشه کار میکنند برای شخصا خود ما هم مشکل میشود. برای بیش رفتن کار خوب انجام میدی. مسجد میسازی صغیره خانه را نان میدی. جایی که غریبان نیابیزاتی نتو برای اجوده خطاب بکافونی بکشی غیر قانون است.